سلام بچه‌ها، چطورید؟ امروز قراره بهتون یاد بدم که یه فارم آیرون درست بکنید. اما قبل از اینکه شروع بکنیم حتما دکمه لایک، سابسکرایب و هر کامنتی که داخل کامنت ها دوست داشتید بنویسید و بریم که شروع بکنیم. اول از همه بچه‌ها میاین داخل زمین طول و عرض 5 تا میکنید. این 1 2 تا 3 تا 4 تا، اینم 5 تا. اینجا هم یکی با این میشه 2 تا 3 4 و 5. و اینجا داخلش رو کامل به اندازه طول و عرض میکنیم اینجوری. نگاه کنید بچه‌ها. حالا میایم چیکار میکنیم؟ میایم داخل زمین 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا و 8 تا و واسه همه اینها هم 8 تا داخل زمین میکنیم. موقعی که داخل زمین 8 تا رو کندید، حالا میایم چیکار میکنیم؟ میایم این بلاک های اسمودستون میاریم و اینجا کامل پایینش رو کامل اینجوری میپوشونیم، اینجوری که من دارم میذارم کامل میپوشونیم. این بلاک اشتباهه. حالا میایم هر رنگ تختی که دلتون خواست میایم و اینجوری تخت ها رو اینجوری به این حالت میذارید اینجوری. حالا موقعی که تخت ها رو گذاشتید، میاین این استون هایی که زیر تخت ها بودن رو میکنید اینجوری، سمت رو کندیم و این سمت هم میکنیم. حالا دوباره یه لایه پایین روی تخت ها هم میذاریم اینجور، یه لایه زیر تخت هایی که گذاشتیم دوباره میذاریم. حالا میایم چیکار میکنیم؟ میایم اینجور اسمودستان و وسطش رو میپوشونیم و اینجور روی تخت ها هم اینجوری بلاک میذاریم، اسمودستان میذاریم اینجوری. این بلاک اشتباهه، جور بلاک میذاریم. حالا موقعی که این کارو کردیم، میایم یک شغلی رو انتخاب میکنیم. مثلا من این رو انتخاب میکنم، این شغل رو انتخاب میکنم و میام اینجوری که من سوراخ درست میکنم. دقیقا شما هم اینجوری سوراخ درست بکنید و این کاری که انتخاب کردین رو بذارید اینجوری. اینجا هم نه اینجا اشتباه. میایم اینجا و اینجا 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا و 10 تا. دقیقا باید 10 تا باشن. حالا این دیگه بلاک ها رو نیاز نداریم به جز اسمودستون و میایم ویلیجر میاریم. کجا؟ و میایم 10 تا میذارید. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا و 10 تا. این 2 تا بچه هم کار نمیکنن، پس یه 2 تا دیگه میذاریم چون بچه ها کاری رو نمیگیرن. حالا موقعی که این کار کردیم، میایم دقیقاً بالای سر ویلیجرها اینجوری اسمودستون میذاریم، اینجوری به این حالت اسمودستون میذاریم اینجوری. حالا موقعی که اسمودستون رو گذاشتید، میایم چیکار میکنید؟ دیگه اسمودستون رو اینجا دیگه نیازی نداریم. میایم اینجا یه باکت آب برمیداریم و اینجوری میریزیم. دقت اینجا بکنید که این بلاک باید خالی بشه. اینجا دقیقاً باید خالی بشه، درست باید محاسبه کنید. حالا میایم چیکار میکنیم؟ میایم باکت لاوا میاریم و تابلوی مال ندر، از چوب ندر ساخته شده. اگر یه نوع چوب بیارید که از درخت اوورورد ساخته شده، داخل لاوا میسوزه. نگاه کنید بچه ها، موقعی که این گربه چی میگه؟ اینجا 2 تا بلاک میذارید. بردار آقا بردار. ای بابا. خب اینجا هم چسب میذاریم و بالاش هم 2 تا شیشه میذاریم. حالا میایم چیکار میکنیم؟ اینجا مهمه بچه‌ها. الان میایم چیکار میکنیم؟ میایم یه تابلو اینجا، یه تابلو اینجا. ببینیم اینجوری لاوا نباید اینجوری بریزه. نگاه کنید اینجا سنگ میشه، نمیشه. اینجوری بذارید لاوا رو که به طول آیرون گلمون باشه. موقعی که اینجا و آیروناش میریزه اینجا. یخ شد. چرا؟ بچه آبمون یخ شد و دوباره باید آب بذاریم چون که اینجا فضای سردسیریه و شما داخل سردسیری این فارم آیرون نسازید وگرنه آبتون یخ میشه. حالا میاین چیکار میکنین؟ میاین اینجا 2 تا رو میکنید. نه این 2 تا نه، یه دونه فقط اونجا رو میکنید
اینجا استون نیازی نیست بیاریم، بکنید. اینجا هاپر میارید و هاپر رو جوری میذارید که به چستتون وصل بشه. کارمون الان تموم شده و فارم آیرونمون ساخته شده و الان باید صبر بکنیم تا ویلیجرها این آیرون گولم درست بکنن و از آب بیان داخل آتیش و آهناش بیاد داخل این چست. من صبر میکنم تا یه آیرون گولم اسپان بشه. خب بچه ها نگاه کنید، اینجا یه آیرون گولم اسپان شد و داره داخل آتیش میسوزه. نگاه کنید بچه ها، اینجوری داره میسوزه. نگاه کنید بچه ها، اینجوری آیرون گولم الان ویلیجرها اسپان کردن و آیرون گولمه مرد و وسایلاش رفت داخل. دوباره این که چیز شد، یخ شد، اشکال نداره. حالا میان اینجا اگر میخواین کارتون راحت تر بشه، میان اینجا یه پله میزنید که بهش دسترسی داشته باشید به این چست. بچه ها اگر الان من این چست رو دیگه آیرون گولم دیگه اسپان شد، ولی چون که آب نیست نمیاد داخل این آتیش. بیاین چست رو باز کنیم و ببینیم آیروناش میره داخل این یا نه. 3 2 1 و 4 تا آیرون و 2 تا گل. و اینجوری اگر صبر بکنید هی آیرون ها زیادتر میشن و داخل چست میرن و میتونید کلی آیرون به دست بیارید از این روش. و این هم از فارم آیرون. اگر میخواین این مدل ویدیو بیشتر ویدیو بذارم، حتما داخل کامنت ها بگو و تا ویدیوی بعد فعلا.